وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را به کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و مؤسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی به سوزش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها به روحیه سوزش مخالف است. برای صحبت در این موضوع ما هانا کوویانی همکارمان را از بخش رادیوی فردا دعوت کردیم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. اصلا بگویید که تحریم های نو کدام افراد و مؤسسه ها را فرا میگیرد؟ ببینید این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه اینها رفتن در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردن. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشک‌هاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده میکنه و دیگه آزمایش نمیکنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل میشد، از جمله 2 شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده. خب طور شما هم اشاره کردید این سازشنامه هسته‌ای ایران با 6 قدرت‌های جهانی امضا شد. اون کشورهای دیگر در این رابطه چی نظر دارند؟ ببینید مسئله‌ای که هست اینه که آمریکا، مثلا وزارت خارجه آمریکا دیشب صحبت می‌کرد، سخنگوی وزارت خارجه بعد از اینکه این تحریم‌های تازه اعمال شد مورد سوال قرار می‌گیرند به دلیل اینکه خود ایران هم میگه که این توافق فقط بین ایران و آمریکا نبوده و ایران با 6 کشور توافق کرده. مسئله‌ای که هست اینه که اروپایی‌ها مسلماً در دیدارهایی که خصوصاً اروپایی‌ها، چون روسیه و چین هم جزو این توافق هستند، اروپایی ها میگن که ما در دیدارهایی که میکنیم با مقام های ایران، حالا چه کشورهای مختلف یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا که فعلا همچنان در اتحادیه اروپا هست و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم موگرینی که خودش مذاکره کننده بوده در جریان این توافق، میگن که ما از ایران میخوایم و میگیم که رفتارهاش رو در منطقه متعادل بکنه، دست به برنامه موشکیش رو طوری ادامه بده که مغایر با ثبات منطقه نباشه. همه اینها رو میگن، اما اقدامی در زمینه مثلا تحریم تازه‌ای بکنند یا قطعنامه تازه‌ای در این زمینه منتشر بکنند یا رابطه‌شون رو کمی کاهش بدن، رابطه اقتصادیشون رو در طول این 2 سال کاهش بدن، این رو شاهد نبودیم. آمریکا میگه که این اتفاقهایی که این رفتارهایی که ایران میکنه در کنار برنامه موشکیش، مثلا حمایت از دولت بشار اسد یا اقداماتی که در عراق میکنه یا در یمن میکنه، اینها رو آمریکا میگه نه تنها ثبات آمریکا و متحدان آمریکا در منطقه رو متزلزل میکنه، با مشکل ایجاد میکنه، بلکه این ثبات اروپا رو هم مشکل آفرین خواهد بود براش. از همین جهت اروپایی ها و آمریکایی ها در گفتگو هستند
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این موضوع. اما اروپایی ها در عین حال تاکید کردند، خانم موگرینی چند روز پیش وقتی 2 سالگی توافق هسته‌ای شد اعلام کردند که این به نفع همه طرف‌ها خواهد بود که توافق هسته‌ای اجرا بشه و این از روزی که آقای ترامپ در واشنگتن بر سر کار اومده تاکید کردن که اروپایی‌ها گفتن که این توافقی چند جانبه است و آمریکا نمیتونه به صورت یک جانبه از این توافق خارج بشه یا اقدامی بر ضد این توافق انجام بده. اما این روندی است که حال باید دید که چگونه شکل میگیره و پیش میره. ولی اصلا مویه نوباوری امریکا سر چی است؟ یعنی چرا تا کنون به برنامه هسته‌ای ایران اعتماد ندارد؟ ببینید مسئله‌ای که هست اینه که دولت پیشین آمریکا به این نتیجه رسیده که بر سر میز گفتگو بشینه، توافق بکنه و اونطوری که در اون زمان کارشناسای دولت آمریکا اعلام کردن، وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد، گفت که این توافقی که ما کردیم توافقی است که راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی رو میبنده. اما همون موقع این توافق در کنگره آمریکا مخالفان جدی داشت. بسیاری از قانونگذاران آمریکایی مخالف جدی این ماجرا بودند. از سوی دیگه وقتی که آقای ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری بود و بعد هم که رئیس جمهور شد بارها گفته که این توافق بدی است. اما اختلاف نظر هست بین کارشناسان خل سلاح و کارشناسان هسته‌ای در زمینه اینکه این توافق تا چه حد برنامه هسته‌ای ایران رو محدود میکنه. از یک طرف گروهی از کارشناسانی که مخالف این توافق بودند از روز اول و منتقد این توافق بودند میگن که این راه دستیابی ایران به سلاح اتمی رو محدود نمیکنه یا حداقل برای یه مدت زمان کوتاه محدود میکنه. این مدت تموم بشه 10-15 سال بعد ایران به دنبال سلاح خواهد رفت. اما گروه دیگه معتقدند که به دلیل اینکه ایران به یک سری از قوانین بسیار محدود کننده تن داده، از جمله پروتکل الحاقی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یعنی بازرسی های بیشتری از تأسیسات ایران میشه، بازرسی هایی که ناگهانی خواهد بود، ایران شاید خبر نداشته باشه و به یک باره بازرسان آژانس برن و سر بزنن به تأسیسات ایران. اینها میگن که با چنین مکانیزم هایی ایران تحت نظر هست و برنامه هسته ایران تحت نظر هست. در نتیجه در خود آمریکا در واشنگتن اختلاف نظر هست بین کارشناسان خل سلاح و کارشناسان هسته‌ای که صحبت میکنن در این زمینه و دو گروه هستند درباره. برای همین این اعتماد خیلی بعضی اوقات به یک طرف سنگینی میکنه، بعضی اوقات به طرف دیگه. در همین هنگام در خود ایران وضعیت چگونه است در داخل؟ در مورد توافق هسته‌ای همونطور که در آمریکا این توافق منتقدان و مخالفانی داشته، در ایران هم همچنین این اتفاق افتاده. از روز اول در پارلمان ایران، در جناح تندرو ایران، در جناحی که نزدیک مثلا به سپاه پاسداران بوده، در جناحی که نزدیک به رهبر ایران بوده، منتقد داشته و تا امروز هم داره. دیشب محمد جواد ظریف دیداری داشت با برخی خبرنگاران آمریکایی و در این دیدار گفته بود که خودش و همکارانش، معاونانش هر روز وضعیتی جهنمگونه، اون چیزی که استفاده کرده بود از واژه هل، جهنمگونه استفاده کرده و گفته بود که کار بسیار سختی رو در داخل ایران اینها دارند به دلیل اینکه باید همواره متقاعد بکنند جناح‌های مختلف سیاسی در ایران رو که این یک توافقی بوده که بهتر از این نمی شده. اگرچه که خود محمد جواد ظریف هم در این گفتگوهای چند روز اخیرش که در سفر آمریکاش داشته گفته که این شاید ایدئال همه طرف‌ها نبوده این توافق و چیزی بوده که قابل دستیابی بوده، یعنی بیشترین چیزی که میتونستن به دست بیارن این توافق بوده و به هر حال هر دو طرف مجبور بودن که کوتاه بیان از مواضعشون. تشکر زیاد برای ابراز نظر و برای صحبت پرمحتوا. یادآور میشویم که در صحبت ما قرار داشتند هانا کوویانی، همکاری ما از رادیو فردا. خوش آمدید بار دیگر.